بچه ها من امروز خب آف گرفتم که سری کاری که چند وقت نکردم و انجام بدم و اینا زنگ بزنم دکتر اپایمنت بگیرم و برم حالا اکانتنت و یه سری کار اینجوری برای بیزینسم باشم برم جیم خدا بخواد. خب هیچ کدوم این کار رو من نکردم، به جاش نشستم خونه با آقا تیلر عزیز نشستم دارم کارتون میبینم. چیکار کنم؟ یعنی دلم میخواد یه مثلا یکی بیاد اینجوری هلم بده بگه برو کارتو بکن. آقا تیلرم که یه کارتون میبینه یا داره اینجا گریه و زاری که بره بیرون حساب تمام سمورا رو برسه. بیاین اینو هشش نکنی. خب اینم از آقا تیلر من. چیه؟ چرا قیافت اینجوری شد؟ چرا؟ بچه خب من یه چند وقته خیلی بعد از ظهر که میشه حس تنهایی شدید میکنم و خب حالا فکر کنم شاید بدونین اونایی که مثلا بلاگ قبلی منو دیدین که من تقریبا تنها با خواهرم زندگی میکنم تو کانادا و خب مامانم اینا میرن و میان دیگه. یه خواهرم دارم الیه ولی خب دلم خیلی تنگ میشه براشون و من اصلا آدمیم که کلا با تنهایی خودم خیلی اوکیم ولی چند وقتی حس تنهایی خیلی شدید میکنم و نمیدونم باش چیکار کنم و اصلا بعد از ظهر که میشه عذاب دنیا منو میگیره دیگه. خلاصه خودم با یه سری چیزا سر خودم مشغول میکنم و یه دوش میگیرم و چه میدونم بادی لوشن حواس خودم پرت میکنم دیگه. یا مثلا با دوستام حرف میزنم، دوستای خیلی خوبی دارم ولی نمیدونم چیکار کنم. حوصله دوست پسرم ندارم، یعنی هی همه مثلا میگم برو بیرون دیت کن و اینا، من حوصله دیت ندارم بچه‌ها. اینم از کارتونی که دارم میبینم اسمش از زوتوپیا. خوب بود بد نبود ولی واقعا مثلا بیشتر واسه بچه ها بود دیگه. مثلا بعضی کارتون ها رو میبینی واسه آدم بزرگ هم هست، نه این اون نبود و اینا بیشتر مال بچه ها بود. خب آیاتونی که من گفتم که رو مبل افتادم، از رو مبل بلند شدم، خونه تمیز کردم، قرمه سبزی واسه خودم پختم، دارم اسفندود میکنم برای اینکه انرژی خونه رو خوب کنم. شمع روشن کردم. خلاصه افتادم به کار کردن ولی شب جمعه است، خونه تنهام، نمیدونم این کار رو برای کی کردم، فکر کنم واسه خودم. حالا این همه قرمه سبزی الان میتونم نشون بدم من با کی بخورم. بچه‌ها این از برنجم با قرمه سبزیم، حالا بعد نشون میدم تدگینم داره. این از اسفندم، اینم از قرمه سبزیم که درست میشه، بعد فقط آب قوره اینا بیاد که اد کنم. خلاصه این که میخوام همه اینا رو نوش جان کنم. الان نوشابم سفارش دادم، چای زعفرونی، لواشک، پفک مینوم اومد، همه رو فیلم میگیرم بهتون نشونش میدم. خوشحالی دارم میرم دم در برای اینکه اپرندلی اوردر اوبر من رسید فاینالی. اینا ها شش بچه ها باید الان بهتون نشون بدم چی بچه. اینا خریدای من بود. خب آقا من فکرم این چای زعفرونی خیلی خوشحال بودم ولی با کاردمن یا هل هاودم اوکی، حالا باشه میخوریم. نوشابه که حتما میخوام با غذام بخورم. لواشک واسه امشب. این بیسکویت ها خیلی خوشمزه است، مال مینوه، نمیدونم ایران خورده بودین یا نه، از این پرتقالی است. اینم پفک. دیروزم دوستم من دعوت کرد خونه‌شون که حالا من نرفتم. بعد زرش پلو درست کردم، من خیلی دلم میخواست، حالا درست امروز قرمه سبزی دارم ولی میخوام پس فردا میخوام زرش پلو درست کنم. فردا قرمه سبزی یا شاید من فردا درست کنم نمیدونم. اینم آب قوره است که میخوام بریزم توی الان خورشت قرمه سبزی دیگه حاضره.
بچه این از اینم یه انقدر کره $3-4 دادم، نمیدونم خیلی گرون بود به نظرم. خلاصه اینم بگم عشق عصبیم. وقتی داشتم کار میکردم دیدم، البته یه قسمتش بگم داشتم جارو برقی میکردم زیاد نشیدم چی به چیه، ولی واقعا باورم نمیشه. حس میکنم تا حالا خب من بچگی تهران به دنیا اومدم، بزرگ شدم اینا، تا 16 سالگی اینم رفتم از ایران، یه سال مجارستان بودم، 17 سالگی منم کانادا، الان 35 سالمه. تا حالا آدمای اینجوری ندیدم. بعضیشون خیلی عجیبن، خب بعضیشون هم نه، آدمای خوبیان، ولی حرف خاصی نمیزنم، فقط همین رو میتونم بگم. فقط میتونم بگم آدمای اینجوری ندیدم و همین. حالا ببینم با تیلر چی میخوام نگاه کنم. بچه‌ها بازی انیمیشن دیگه، یعنی کارتون دیگه شروع کردم. دلیل حالا اینکه اینقدر کارتون میبینم که خودم خیلی دوست دارم و اینکه تیلرم خب خیلی دوست داره و اینا. حالا یه چیزی هست به نام ویش اسمش فکر کنم، نمیدونم دیدین یا نه تا حالا. من دارم اونو الان میخوام ببینم، قیافش که به نظر خوب میومد. حالا ببینیم چه جوری، نه تا حالا ندیدمش. فقط امیدوارم که این یکی برخلاف اون یکی که خیلی برای بچه‌ها بود یه خورده برای سن بالاترم خوب باشه. غذا خوردنم تمام شد. اینو برای خودم چیدم که چای و بلوبری و یه سری بیسکویت دایجستیو، بیسکویتا که گفتم، پفک، آجیل و لواشک که میخوام تا آخر شب ریز ریز بخورم. الان همه‌شو با هم نمیخورم، خیلی هم سیرم. هنوزم دارم این کارتونه رو میبینم. ویشو آخرشه خیلی قشنگ بود، ولی یادم افتاد یه بار دیگه هم دیده بودمش. خلاصه که من برم یه خورده چیل کنم و یه چای برای خودم بخورم. سلام بچه‌ها، صبح بخیر. راستش بهتون بگم صبح خیلی گرامپیم، یعنی اصلا اخلاق مخلاق که ندارم. من خب بلند میشم یه خورده احتیاج دارم تا به حال خودم برگردم. و مثلا یکی با منو حرف بزنید اصلا حوصله ندارم، نمیخوام جواب بدم. بعضی موقع که میرم خونه دوستان میخوابم، صبح که میشه اصلا صبح زود از خونه میزنم بیرون که نخوام اول صبح با کسی حرف بزنم. حالا از اینا بگذاریم. من دیشب یعنی کلی خوردم، بعد اون چیزایی که خوردم پیتزا سفارش دادم. اونم خوردم دیگه. اصلا شب بخیر نتونستم بگم، انقدر که حالم بد بود، خورده بودم درد میکرد دیگه. حالا امروز صبح پا شدم میخوام صورتم اینا رو بشورم. معمولا سیروم صورت نمیزنم، مویسترایزر میزنم و حالا این پروسس میتونشون نمیدونم فعلا. یه دونه ترایپادم داشتم گم کردم، یعنی انقدر گنده است. چجوری تو میتونی یه ترایپاد رو تو خونه گم کنی؟ میکسنس نمیکنه. حالا همینو بگذاریم. باید لباس رو بشم، تیلر رو برم بیرون. واقعا دیگه امروز چند تا کار دیگه دارم. باید جیمم رو برم، بعد اتاق هم میخوام یه تمیز اینجوری کنم، یه سری فقط لاندری. حالا وسایل بعدن میکنم، شبم که برم دوستان ببینم. این برنامه امروز من. بریم میبرمتون با خودم. سلام بچه ها، من برگشتم. امروز روز خیلی عجیب بود که حالا خودم بردم جیم و فلان اینا. بعد یک از دوستام زنگ زد، خیلی وقت ندیده بودمش، یه مالی نزدیک خونه ما، گفت بیام دنبالت بریم با هم دیگه مثلا یک کافی بخوریم. گفتم باشه. رفتیم چند ساعت تو اونجا بودیم تو مالو. خلاصه مال بزرگی هم من که خیلی خسته شده بودم. رسیدم خونه، غذا خوردم، ادامه پیتزا و اینکه دوش گرفتم و اینا، حاضر شدم که بیام با دوستان بیرون دیگه. میخواستم که یه دونه ویدیوی میکاپ درست کنم، بعد گفتم ول کنم بعدا یه دونه جداگونه درست میکنم، طول میکشه. منم که حالا انقدر بلد نیستم بشینم ویدیوی میکاپ درست کنم. ترایپادم که گفتم هنوز پیدا نکردم. So that's that. ولی خلاصه هیچی دیگه حاضر نشدم.
الان اومدم اینجا. اگر تونستم ادامه شب جاهایی که رفتیم و فیلم میگیرم، اگرم نتونستم با دوستامم اگه یادم رفت اینا. ولی این از برنامه جمعه و شنبه من بود و فردا به احتمال زیاد استراحت میکنم و با تیلرم و یه سری تمیزکاری دیگه اتاق و این کار رو لانجرام میکنم، همین. ولی فکر نکنم فردا رو فیلم بگیرم. به خاطر همین اگر که ویدیو بعدی از بیرونمون نذاشتم، خدافظ تا ویدیو بعدی. یادتون نره لایک و سابسکرایب کنید. مرسی.